جامعه مرده، یک جامعه محتاج کمک‌های خارجی، یک جامعه‌ای که از لحاظ فیزیکی محتاج کمک‌های خارجی است، اما انگیزه را از خود باید احیا کنند. ما انتظار داریم که برای شما انگیزه بیرون بده، ما تبدیل میشیم به یک جامعه مرده. یک جامعه مرده همواره محتاج کمک‌های خارجی خواهد بود. استقلالش، بازسازی، وحدت ملیش هم حتی محتاج خارجی ها بود. شما در عمل ببینید ما به سمت وحدت ملی و به سمت محکم کردن پایه های وحدت ملی داخل افغانستان حرکت نمی کنیم. غلطه. پس ما به انگیزه ضرورت داریم. شما میبینید دشمن در نقطه افغانستان رسیده است، هر کس سوال میکنیم میگیم به ما چی؟ کشوری است که هر کس میگه به ما چی؟ مجاهدش میگه به ما چی؟ تکنوکراتش میگه نشد به ما چی؟ شمالش میگه به ما چی؟ ما شریک نیستم، جنوبش میگه ما شریک نیستم. ما ضرورت داریم به احیای انگیزه. ما ضرورت داریم به رسم کردن خطهای اساسی برای افغانستان و ایجاد انگیزه، نه کشمکش ظالمانه به خاطر تصاحب قدرت داخل افغانستان. اینها نوید مرگ است که اشخاص به خاطر زیر پای همدیگر را خالی کردن با تملق و با هزار یک فتنه بتونه جایگاهی را اشغال کنه و دیگران را کنار بزنه. شما امروز به انگیزه ضرورت دارید. ملت شما زمانی زنده خواهد بود، ملت شما زمانی وحدتش تضمین بشه و عزتش تضمین بشه که شما انگیزه ایجاد کنید داخل جامعه. هر کی که صاحب انگیزه باشه و شما دست ببوسیم بگیم بیاد نجاتش بدیم مملکت. اما ما با تشریفات که ضرورت نداریم که هر کس برای خود جا و جلال جستجو کنه.